سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به ولاگ سفر به مشهد. ما داریم میریم، من دارم میرم. چرا بدشور کردم بچه ها من قراره که با مدرسه برم مشهد و خیلی هیجانش دارم. قراره واسه شما همه چی ویدیو بگیرم و اینکه خیلی سخت بود اولش شروع کنم، امیدوارم خوب شده باشه. داریم ادامهش میاد دستم دیگه، اولش سخته. برویم. Guys, بریم. بردی تو دهنم بخور کرد یا نه؟ صدا میشنوید آیا؟ نازنین کام گرمته روزا بچه ما مستقر شدیم. بچه اینجا خوبه. واو. الان قرار صبحونه بخوریم. این نون توست و کره باز میگم کره نون توست و نوتلا، چای و این چی رو ژلی. او ژلی رو انداختم. اونم خیلی دلواز چای رو باید بخورید انرژیتون بره بالا. چای رو باید بخورید. چاییه عجب چایی، عجب حالی، عجب عشق. عکس این استوری ساعت 5:01 است بچه ها. نشون دادیم صبحونه رو که خوردیم. این وسط مثلا 200 بار رفتیم دستشویی چون قراره بخوام برم دستشویی. داریم چای میخوریم. اصلا داره چا بالا بالا اینه بالاخره رسیدیم. نمیتونم دیگه سر صدا کنم از ذوقم چون اصلا تواناییش ندارم. بچه ها شاممون رسید. من شنیسایی سفارش داده بودم. وای بچه ها وای امیدوارم چند روز زنده بمونیم. آقا بهتون نشون بدم چه آشغالیه. اتاقمونه ما ملافه انداختیم چون خیلی کثیف بود. این اتاقمونه. خدا شو کولر داره این شانس آوریم. اینا چمدونامونه و اینم خودمم. سلام علیکم بچه‌ها. غذاشو بهتون نگم که چقدر بد بود. یعنی من اصلا واقعا نمیدونم چجوری بگم. غذاش فوق بد بود، یعنی واقعا افتضاح بود. سلام خیلی خوش اومدین به روز دوم. روز اول حساب میشه، یعنی یه روز که تو قطار بودن روز اول. بچه‌ها ما الان میخوام حاضر شیم که بریم فردوسی. خیلی هیجان دارم. ببینم سفیده داره من بس دیگه. بریم حاضر شیم بهتون بپوشیم بریم فردوسی. خیلی هیجانش دارم واقعا. خیلی فردوسی رو دوست دارم. ما حاضر شدیم. ست پوشیدیم بچه‌ها. بالاخره سوار شدیم. سوار اتوبوس شدیم که بریم سمت مقبره فردوسی. 200 بار جمله رو گفتم.
رسیدیم. بچه داریم نزدیک میشیم. بذاریم بهتون بگم کجاست. این شما این مقبره فردوسی. باید بریم توش. آره اصلش توشه داره واقعا. آره میلکشیک توت فرنگی داریم؟ توت فرنگی نداریم. میخوام میلکشیک توت فرنگی پس. بچه ظاهرش که واقعا جالبه. امیدوارم باطنش هم همینطور باشه. بابا خون نه بابا میده شد که همه چی بچه علایی داره سر خیلی داغه. بچه ما داریم برمیگردیم به سمت هتل و شب قراره بریم حرم برای اولین بار. این اولین بار تو این سفر. آره باشه یه دونه میدی به علی بالاخره به چیزش رسید. باورم نمیشه. چرا روش چیز گذاشتین آقا؟ داره غذا میخوره. بدش نمیدم. واقعا نمیدم. بدی بدش نمیدم. بکش کنار. بیا بچه بی حیا رو میبینی دیگه. حالا برو کنار بار دیگه از اول نمیخوام معلوم بشی. بیا داره میریم بابا آنتن اینجا خیلی درده. بچه چی بخواستن؟ بیا اسم بذارین. اسم دعایی چیزی داشتین؟ حاجت من دارم میام پیش رضا. بگین همینجا من براتون انجام رضا. هلو داریم میریم حرم. بابا باشید کوسر
کبرا فویتسی میتونی تلفظ کنید شما بچه ها؟ فویتسی بچه اسم فاتی یکم زحمتیه. تو جان بگو یه بار. فاتی. ما تصمیم گرفتیم که بچه با یه لهجه صحبت کنیم. من لهجه دامغانی و رشتی رو با هم ترکیب کردم. میشه مثلا ابوالفضل مامان کبرا جان گفتم دیگه ترکیب کردم. ابوالفضل مثلا رضا اینجوریه، لهجه اینجوریه. خیلی بی‌مزه شده. آدم فکته در واقع. هوا عالیه. اینجا سقا خونه است، میخوایم آب بخوریم. اینجا خیلی بچه آب سقا خونه. اونم میدی؟ ماموریت روزه بکش خودت بالا دیگه لام هست. پاهم دیگه جا. سلام بچه ها، باید براتون تعریف کنم چه اتفاقایی در این یک شبانه روز واسه ما افتاد در این چند ساعت اخیر و برای روزو در این چندین ساعت اخیر. بچه ما قرار بود امروز بریم پارک آبی و همه چی عالی بود و دیشب کلی رفتیم گشتیم و عالی بود، فردوسی رفتیم و اینا. وای ببخش قیافم بده. بعد من خیلی خوابم سنگینه. اینو متوجه شدم. روزا دیشب کلی معده درد شدید تا صبح بیدار بوده، حالش بد، مثلا میلرزیده و اینا. من هیچ نفهمیده بودم و صبح بلند شدم و اینا. قرار بود صبح بریم پارک آبی. دیدم که روزا خیلی حالش بده و ما قرار بود نیام ولی الان مریض کجاست؟ بیماری که ببینید. آره ولی الان داریم میریم. Hello guys. ولی الان بهتون بگم که الان شبه. ساعت چنده بچه ها؟ 10 و 18 دقیقه است و ما رفتیم پارک آبی اینا که گفتم. الان اومدیم و ما شام اینجا گفتم غذاش قبل دیگه گفتم خیلی، ولی ما غذا سفارش دادیم ولی گفت یه ساعت بعد نیومده و من واقعا گشنمه. انقدر گشنمه که گشنه زیاد. من چرت بگم. اصلا
ویدیو رو نمیخوام بذارم، اصلا نمیخوام ویدیو آشغال بذارم. گرمه بعد اصلا نمیخوام گوش کنم تا غذام برسه. بلند صداش. غذا رسید. ای کاش خودش چیز دیگه میخواستم. میخوام برم مراقبتون. غذایی. اینو از غذامون برگ سفارش دادیم. امیدوارم که واقعا عالی باشه. بعدشون نظرم بهتون میگم. وای دارم گوشنگی تیکه تیکه میشم. با دیگه. چون غذاش خیلی خوبه. واقعا خوبه. اندازه. خالیس شاید. هم گازر باشه. اینا همینه. آی. نرم و خوشمزه. واقعا بعد این همه غذای بد توقعم خوب. دو شام چسبید. هلو. برنامه امروز ترقبه بازیه. ترقبه میخوایم این بچه ها. احتمال داره اونجا دیزی بخوریم ما با چیز خودمون، یعنی میترسیدک بیام جلو با پول خودمون. چون اینجا غذاش انقدر بیرون سر و صدا، انقدر بیرون سر و صدا من که سرام بکنم تو دیوار. بچه ما الان رفتیم بازار و اینا. من زعفرون و هل خریدم و الان میخوام بریم ترقبه. دارم از گشنگی ممکنه قش کنم. الان میخوام ترقبه چلو گوش بخوریم ولی من دارم از گشنگی تلف میشم. خیلی گشنم. صبحونه زیاد نخورم هیچ در واقع. دارم گشنگی میمیرم. غذا نداره و اگه بخوایم غذا بخوریم واسه 10 دقیقه میمونه. نمیتونیم از این محوطه خارج بشیم. بریم بهشت. بریم بزن آدرس رو. الان انتخاب. خیلی خوشگله. میخوام سوغاتی بخرم. تو واسه نادیه میخوام بخرم. خیلی خوشگله. جا حلقه ایه. بچه نه بستنیه. گفت خلاصه اسم بستنیه چیه؟ بستنی طلاب. بستنی طلاب محلی طلاب. بالاخره صبح حرکت ما. واقعا قیافم اینجوری خواهش میکنم نگاه نکنید. ما نخوابیدیم کلا، یعنی دیشب فقط الان ساعت 7 من با ساعتش بکنم 6 خوابیدیم. آره 6 خوابیدیم. بعد تا 6 و 45 کلش بیدار بودیم چون اینجا بچه‌ها سر صدا می‌کردن. نتونستیم بخوابیم. همین الان یه موضوع متوجه شدم، این که الان ساعت 7 و 22 دقیقه است و 7 و نیم قطار حرکت می‌کنن و اینو نمی‌دونستن. فکر می‌کردن 8 ولی ما داریم جا می‌مونیم. بچه‌ها قطار همین واقعا